ورسه چه سگ دیوانه شدی تو پاسپورت گفته خود کشتی کلان آمده. سلام علیکم. اینجا خانه خود شما، اینجا همگی شما را جای میدیم. ای بچه ها همگی شما بالا شنید که رئیس رؤسا آمده. بفرمایید بگیری بیا اینجا مرا آشپزی برای شما میگین تخم مرغ میگیری خوب من زمینی روغن بعد 5 دقیقه بانجان شده. نام غذای تو چیه؟ بلگو. منی بلگو خواهی کنم نزی یادو از دیما 1000 نفر دور خود جمع کردی خیلی یک پیکنیک غرازی خوب بلگو پخته میکنی بیا که من اینیم شو برای هم میگه شما مکرنایی پخته کنون. من خفن نیست کافیل دم 15 سال من نقشه از زندان کشتم تمام شما نفر 200,000 میگیرم و اینجا فراری میدم. در من شما باید از من فاضله باید دم رودخانه فراوجان از رام تای پارک بالشنید که آمدن لو نداریم ما عجب بچه بابان قایم شد. خوش آمدین چه چای پیشی دستورالعمل کار کردن کشاورزی. اول آیا شما باید جان شما رو خوب چرب کنه باز سوایش به سر کار. اگر طولکی مورد دیستبان خیلی خونه رو در باب باید بیارد زمینم کمتر نگه در بابای سوله قالیجانی نیج وقت نرود. ای باغبان بودش ده بچه ها کم یاد بدی کار که رئیسا آماده من خیلی رئیسا کم سلام علیک کنم که سعی کنم چی میگن یا فکر کنم کارگر میخواه دیدم زندان طولکی میزنه. سلام چطوری جانوان تو جور خوبی سلامت سلام علیکم. چطور شویت خوب سلامت باشی. ای باغبان خنده نکو بید اگه میخوای طولکی بزنی کیف شیرفر بیا یکم دمان بیدی شریکم برو نامردی نکودی خدا وکیلی ما بکن میفهمی دیگه اینجی برو. نوشابه داری؟ نوشابه دارم ولی اگه بخوری باید بتونی نوشابه را غیب کنی. تو غیب کردی؟ نه تو باید غیب کنی فهمیدی 3 دار 4 دار بتونی مگه تو برای چی رئیس تو بخوایست غیب کنی چرا؟ نه تو غیب. کلاسایی که ما امروز برای شما میخواستیم برگزار کنیم یک زایش نشد و این کلاس هم که شده ما میخوایم در شما زبان پشتو یاد بدیم. ولارسا کلمه اول است یعنی که دسته فرغون ایسکو ولارزا اینه بغل فرغون اینه خوار وریا فهمیدی پیازار بار کی وری قرخوری ما کا بچه ها آماده بدید بچه خر زبان پشتو یاد بگیرید. ای ساچی ور خزه زا مرتبه زا ولارزا دل تراسم معلم پشتو ایسا سنگ ایسا سر تو منه دنگه خوبستن بخیر استن سلامتن سنگ و دنگه و خلاصه ما اینجا بای بچه کلاس پشتو یاد میدیم و ولارسا و استاب کوینه و راسا و خرسوی و ولارسا و خوبست بخیر استن. ما اینجا بسم الله الرحمن الرحیم بچه بالا شونید ورزا فرغنار ورزا ولارسا. خلاصه اینجا بچه بسیار بچه تمیز و با کلاس هستند و باهوش خیلی زودی زبان را یاد گرفتن. به اصطلاح باغبان بالچو ولارسا رازا یالی دیگه بوخش شرم میشه کم چیزی که بالچ نوینا و دیگه خودش مفهمین دیگه فا سایمونن مرا بالچنن چیم سفیدا یالی بال میشن سای ونون هره خلاصه گوشم به خریشت گرفت خر از قبرس مرا خدا ورستی کار کنیم دیگه نمیدی بچه فقط خنده نکنید. میخوایم برای شما یک شعر بخوانم. بریم 1 2 3 بریم بگیریم اونا رو سپرتا کنید. 1 ده شروع کنیم ده بریم 1 2 3 زمالا سوتکای بامبی راوری زمالا سوتکای بامبی راوری داد شیت بیلان راوری یا که اینجا زندان نیه فقط دیوانه خانه سری پول وریا اینجا ما زنانه که نیست زندان است دیگه نه سعیم گوشی ما گم شده اولادای سگ دوزی کرد گوشی در گذاب هر که گوشی من گفته باید نام بگر نام دوز باغبانه خفن دوز باغبان خودتی باغبانه بدرشون نسایش پیش بیا ای رسیدی دولت که تیزی کش میکنیم. گوشی مرا بده دیگه. گوشی کجا نورده دماچی مال از خوشمون گوشی که مال از من گوشی مرا پارتاو گوشی کجا بابا دیوانه شده من نوشابه دارم گوشی ندارم نجی. ای باغبان بود بیا کمک باغبان بود که بیا اینجا که ما رو زنن کشتن. گوشه نه تور گوشی جور میکنم بیا دیگه جمع کنید از اینجا بیا گوشی جور کنید بیا اینجا مفت خوره اما ایش مفت خورده بیا گوشی جور کنید. شور نخور خالتینا صار پیش سر خونن رزی ساخر بالکو
منیزی و تا از ما قیش پیش زیاد شدار چی کالار مشویت د چیز نموش اللهم استغفری او دای او جوش دیس باز پوریش پیش د بلای زمانم کجا حرکتون چطور اعتلال خوبی بخیری کچالوار دروگدی اصلا خوندیل نباشی سال حالا اینجا پوریش پیش هست اوغانا که اینجا باشه هست دیگه چقدر خونی دیلی تو ویلش که ایش پیش چی بیاید که شما یک چای الورده بدم که ایش پیش از یاد شما ولا اوغانا رو که از اینجا میندازیم بیرون بچه ها هیچ خوندلش نباشد فقط دکای دزدیدم نه زندان دزدی میکنیم سعی کنید بچه ها نترسید فقط تمام شارژر و گوشی و موشی و تمام چیزای بچه ها رو دزدی کردیم یکی اوغانا پوریش پیش او امالا یعنی میبینی یعنی همه جلو چکای فلاور جانو فهمیدی هر وقتی که تو گفت سنگه منگه دجا نگوی اگه نه سر تو منه دنگای میکنه فهمیدی نه اگه بچه خوب باشه تو در منه دنگای نمیکنه واسه یعنی میره باشه ما دشی باشه نوسه باوی میشه دنگای منگای نیه بچه سنگه بچه میشه سر تو منه دنگای آیتی دم ناس خوب گیر میتانی بیاری آنا بدوک بله تخمی چشمای ما بچه واش ناییم برای شما قای خواهر ما میاییم مهتی جان اینجا دیگه افتاده دیگه اینجا زندانه دیگه جای خانه خاله مالا نیه دیگه بر بچه همیدی شوی کجا خیال خورده این پیچ شده این پامادرها از ما زور شده تای چپرکت خوی لک بر دیگه مورین دست مادر نکنم من نمیخوایم دی شوی میشه برم اینجا کارایی بکنم خیلی خوب هی روزگار خراب شده لالا این مهتی میال دمو چقدر شوشته شده خسته نباشین این شما و این بچه های فلاور جان عیسی محسن کاظم رسول آیت محمد جواد و قاسم افتخارشان یک دست مرتب بزنین به این جوانان ارجمند دست بلند خواندن مالی را دکستو تگیر کنم کلمو مدینه زری حالی تو را پیر کنم و ترزای قطعان سفید مثل شیر کنم عمر خدا کجان قطع پوشی پیر کنم عراقی کرم بفتا لون خدا گیر کنم که گل محمد نظری سرکم اسیر کنم و ترزای قطعان رندارای مجور کنم کمکای دکش بکن خواندن مشور کنم رنج و غمی دنیارا سرکی دور کنم که گل محمد نظری باز یک کسی پر کنم و ترزای قطعان شادی و سرور کنم صدقه کنم کازمی خبر رای جور کنم برای کازمی صد باز کسی تپر کنم زخمای گل محمد بانیم شو ناسور کنم رنج درد دنیارا ما سری دور کنم خواندن تب خوشی را خیشوانای باتور کنم باید ما اساسانی که خودت میدانی چی بلا زدت برا باید مرا میخوانی درد تگیرم داود عشق و غلط نخوانی عراق باید خلاچت از روی خط بخوانی مرا گفتی بخوانه آدمی تو امتحانه هر کی دوگش بخوانه سخی مورا شرمانه